دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. وقتی که دل با زبان یک جا نیست، دل دیگر چی میخواهد، زبان دیگر چیز میگوید، این کجا طاعت پروردگار است؟ نماز این یکی از 5 رکنی که در اسلام هست، یکی از اونها اسلام، یعنی یکی از اونها نماز به شمار می رود. و نماز بی نهایت گوییم که شرف و قدر انسان در دنیا و در آخرت بلند می کند. لیکن جوانای عزیز، نماز خیلی با دقت خوانید، نماز با حضور دل خوانید. حتی از سوره مؤمنون من برای شما گفته بودم که نجات یافت مؤمن ها همان مؤمنی که در نماز خاشع باشد، همان مؤمنی که وقتی در بالای جای نماز می براید همه کار دنیا برای او حرام باشد، همه گویم تمامی آن چیزی که از هوش و گوش، آن چه حسیاتی که دارد همه را به سوی پروردگار روانه کند. بهترین نماز باید که شما ادا کنید. در حالت نماز خواندن باید شما حرکت های بیجا نداشته باشین. شما به هر طرف نگاه کردن در حقوق ندارین. شما باید فقط به سجدگاه تا نگاه کنید. هر یک رکن نماز با آرامی انجام دین، رکوعای دراز کنید، سجده هاتون هم طولانی باشد، تسبیحاتون هم با حضور دل باشد، همان سوره هایی که میخوانین، همان صلوات هایی که در داخل نمازن، همه اونا را آهسته ملایم خوانید که هر کدام او با تلفظ درست از شما صدا دهد. در هیچ یگان آیت، در هیچ حدیث، در یگان کرده عزیزان ما و شما نه آمده است که نمازها در نماز گوییم که دوستان خدا به هر طرف نظر کرده باشند، بی پروایی کرده باشند. در نمازاتون خیلی با دقت باشید. اگر در نمازها به اهمیت و به پروا باشید، پس این نماز شما در نزد پروردگار هیچ گوییم که قدر و قیمت ندارد. اون حضرت صوفی الله را یادتان باشد، من مصرع‌های شعریش خوانده بودم که وای میگفت دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. وقتی که دل با زبان یک جا نیست، دل دیگر چی میخواهد، زبان دیگر چیز میگوید، این کجا طاعت پروردگار است. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چونین بندگی چی خط و چی خبر. جسم تو بالای جای نماز است، لیکن تمام خیال تو در کوچه است. این از کجا میگوید؟ این چی عبادت است؟ دست در صبح، زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. در دست و تسبیح سبحان الله الله اکبر میگوی، لیکن دل تو فقط و فقط گوییم که در نظارت بیرون، در نظارت دنیا هست. این تسبیح تو از کجا قدر و قیمت می‌یابد؟ ظاهر خود حلقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. بیرون ظاهر و بسیار به یک آدمی با تقوا و با ایمان مانند است، لیکن داخلت همه مکر و فریب است. حضرت در آخر گفتند این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. از این گونه عبادت و از این گونه گویم طاعتی که تو به سوی پروردگار میکنی، از این دم مردن بهتر گفتن حضرت. زیرا این طاعت عبادتی تو هیچ قدر و قیمت ندارد. السلام علیکم آبای حاجی، ما با چنین سوال به شما مراجعت داریم. بر شخصی چلاق و عوام نماز خواندن چگونه جایز است؟ بر ما فهمانید لازم است. فرق ندارد انسان در کدام حالت قرار نداشته باشد، نماز بر ذمه او فرض است. حتی آدمی که چلاق هم که باشد، گویم همون پایهاش کارم که نمیکردگی باشد، یعنی چگونه ای که برای او مناسب است خودش نگه داشتن، انا همون زل نمازش میخواند. چگونه ای که برای او حالت نشستن، حالت کج پهلو یا حالتهای چگونه ای که برای او مناسب است،
همون گونه نماز شخانه در نزد خدا نمازش قبول است. یا آدم عوام، آدمی که گوییم که یعنی از آیت‌های قرآن شاید که درست خواندن نمیتواند، یا شاید که دیگر زبانش تلفظ کردن همین آیت‌های قرآن در راست نمی آید، این هم که اگر چگونه ای که همون حفظی که دارد همون گونه نمازش خواندن میگیرد، لیکن در برابر این باز در پیش یگان شخصی که پیشواهایی که دارند همون سوره هایی که میداند و اونها را در نماز میخواند همون گونه چیکار میکند؟ رفته اونها را از پیش یگان پیشوا باز میگذراند. السلام علیکم اکی حاجی داملا، طریق درست نکاح گذرانی چگونه است؟ خواهش میکنم تیزتر جواب گویید. طریق درست نکاح گذرانی چگونه است؟ حبیب خدا میگوید اربع من سنن المرسلین، 4 چیز از سنت های پیغمبر خداست. یکم الحیا، حیا داشتن، این یکی از سنت های پیغمبرها هست که باید همه ما و شما با حیا باشیم، حیا داشته باشیم. دوم و تعطر، دوم چیزی که سنت پیغمبر هاست خوشبویی کردن است. من چندین بار در اطراف این صحبت داشتم، باز با شما تأکید میکنم که امروزها خوشبویی ها الحمدلله در این بیرون های مسجد فروخته می شود. از زمانها گرفته استفاده برین، همیشه بدن شما باید خوشبویی کند، چی در نماز چی بیرون نماز باید که خوشبویی در شما وجود داشته باشد همیشه. و سواک، سیوم سواک، مسواک کردن، دندانها را شستن، این هم از سنت جمعی پیغمبر هاست. و چهارم النکاح گفتن، نکاح هم سنت از سنت های رسول اکرم به شمار می رود. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حبیب خدا گفت کسی که اگر از همین سنت من، یعنی از همین چه از خوشبویی، چه از حیا، چه از مسواک، چه از گویم نکاح اگر پشت میگرداند وای از ما نیست، گفتن حبیب خدا. لیکن افسوس که زرانیدگی باشد خیلی کم است، خیلی کم است. شاید از 100 نفر یا 2 نفر یا 1 نفر باور که یافت شود خلاص. اکثر نکاح های شب همش باور که آلوده خرافات و بدعت و دیگر گناه ها قطعی آلوده شدگی هست. شبی دراز گویم نکاح میکنیم، مردم زیاد جمع میکنیم، خب از آن جمله گویم دخترهای زیاده که عفت ندارن، دخترهای زیاده که گویم هیچ کدامش یگان رویمال و یگان گردنبند در گردنهاشان وجود ندارد. اطراف دختری ما و شما در جمع میشوند 20 نفر 30 نفر، بعدا طلباتشان چی است؟ فقط همین است که زمان این دختر تن و نفس خودش را با این جوان میبخشد که اگر شما 50 یا 100 سامانی با اونها دید، کدام شما پیش راه همین کار را گرفتین؟ کدامت؟ وقتی سوال می شود، وقتی جواب کی میگیریم باید شما را عملی کنین، آخر اینو در عمل اجرا کنین. آن دخترهایی که از گویم که جانب شهر 100 سامان و با زیادترش آلی آیسته آیسته امروز 100 سامان شده است. آلی آیسته آیسته اون روز یک جوان گفت که ما در یک معرکه اشتراک داشتیم $100 گفتن. آلی آیسته آیسته همین هم رفتن میگیرد اگر پیش راه همین کار ما نگیریم. و چی حقوق دارد که 100 سامان یا $100 ما و شما را میگیرد؟ چی حقوق دارد و چی خدمت کرده است در حق دختر ما و شما؟ برعکس با این گونه دخترها اگر دختر ما همنشین میشد امروز کسی برای سراغ او نمی آمد، در 20 و 25 میرفت شوهر نمی یافت. اما او شما پروا ندارید. بعدا وقتی که میگیم خیلی نکاح را که سر میکنیم اکو خیلی زنکا میدانند. نه، زنکا نمیدانند. تو مسئول هستی در نزد پروردگار، تو در نزد خداوند جوابگو هستی. برای همین باید نکاح روبرو شود.
نکاح شاهید امروز باید ما ترک کنیم. این شاهد بازیش این یک گویم که امین یک نکاح امروز دویم درجه یا سوم درجه هست. نکاح باید رو به رو شود، دختر از یک طرف، بچه از یک طرف. در بین باید داملا موعظه کند، حق شوهر و حق زن باید خبر دهد و بعدا نکاح اینها را بنده. این از طریق درست نکاح. جوانها را میبینید امروز شکر خدا اینقدر پیشرفت در علم شده است، میره میبینی بالای کرپچه با همون پتینکاش نشستگی هست. چه حاجت است؟ این هم یکی از خرافات است. برای همین شبهای نکاح را باید شبهای خیلی گویم با موعظه و با پند و نصیحت گذرانیم. ما یک بار برای شما گفته بودیم که همون شب توی باید شب نکاح باشد. مقصد از ما چی بود؟ مقصد شما یک روز دیگر را برای نکاح جدا نکنین که خراجات بیهوده می شود. لیکن هیچ بهبودی از بعد جواب گفتن نمی بینیم. هیچ بهبودی نیست. کوشش کنین همه الحمدلله همون نکاحی که می شود بین همون دو مسلمان می شود و همون نکاحی که می شود بین همون دو تاجیک می شود. پس با یکدیگر مصلحت کنین. شب نکاحتون شبی باید که با پند و نصیحت باشد، شبی کم اسراف باشد و این شب برای شما بهترین شب باید به شما رود. بسیاری چیزایی هست که امروز در اقتصاد ما و شما زلال دارد. یکی شما میگه خیلی چی گپی ندارد. نه، گپ دارد. عاقبت مشکلات های زیاد میارد. دیگر ما و شما این بعد از بالامان بیرون کردن میتوانیم. یک نفر شخص میآید یا نمازخوان است، میبینی آدم مسلمان است، میآید اون نام شهجت است، میآید همین قدر خبر میدهد که یک ساعت پس شه میآید. باید این شهجت حتمی که یا جامعه یا کرته باید یا پول داده شود که شه می آید. شه آمدی چی گپی نه، یک آدم خاکی بود است آمدن بگید نمی خانه. با برای آمدن او چیکار کنی؟ چی چیزای نادرست داری؟ همه اینا خراجاتن. 4 کرپه که خودمان پولش دادگی از بالای ماشین می فرارد. این کسا میگن کرپه خنبون چی است با چی نامی دارد، اینم پول دادن در کاره. یک آدم دیگه یک تخت دیگر را راست میکند، اونم پول دادن در کاره. همه این پول دادن در کار. اگر برای اسلام و برای ثواب گیم، اینا نه از اسلامن نه ثواب دارن. باید اینا در ما و شما مبارزه بریم، اینا را از بین دور کنیم. آخه همون مبلغایی که در او صرف میکنیم را در بهبودی خانه و در کمبودی های خودمان صرف کنیم، انشاءالله این در ما اجر ثواب میگیریم. با یک گروه گویم که اوباش میگن اینا را، این شهتازگیرا را در خد راه سادگی باز مثال طلا و تارای، اینش حرام است. اینش مجبور کردن، اینمی غصب از راه گویم که یک میداری یک آدم او مثال پول و مالش میگه، مثل همون است. این میرم در تمام محله ها وجود دارد، در تمام محله ها. ما دوست می‌داریم مثال می‌خواهیم که خیلی همون نماینده های محله ها، فعال های همون محله ها، پیشواها و سرورای همون محله ها هم برای پیشگیری همین شهدات چیکار کنن؟ کوشش کنن. همون روزهای توی مثال هیچ گپی نه، همون 1 ساعت یا نیم ساعت بالا صرف کنیم و نگذاریم که همین معرکه در محله ما رخ دهد.